البته تقریبا 1 سال میشه که صنف‌های حرفه‌ای ما ایجاد شده که خود من مدیر مسئولی امی بخش هستم که ما از 1 سال مدت که خدمت کردیم یا وظیفه اجرا کردیم 2 دوره را فارغ 2 بجه فارغ دادیم و این بجه سوم ماست که فعلا در شفاخانه 150 بستر DTC جریان داره. البته این بیکشنل ترنینگ‌های ما یا این صنف‌های حرفه‌ای ما فعلا در مدت 6 ماه هستند که در بعد از 6 ماه اینا این آموزش می‌بینن یعنی فارغ میشن و بعداً بر از اینا ما کیت توزیع میکنیم با اینا، یعنی این بخشای هر بخشی که اینا آموختن یا یاد گرفتن خودشان بعد از اینکه فارغ میشن کیتایی را که میگیرن دوباره کار میکنن. یعنی به خاطر آیندهشان وضعیت اقتصادی خوبی نداشتن، بعداً از اینجا که فارغ میشن و ایمی دو چیزا که یاد میگیرن توسط اینا میتونن یک پولی را به دست بیارن، یعنی خودشان کار میکنن دیگه، اینا به طرف مواد مخدر نمیرن. پیام ما به دختر خانمایی که چون فعلا وضعیت اقتصادی خراب است و بعضیا مشکلات و جنجالات دارن به طرف مواد مخدر و به یا سوق داده میشه، خواهش ما هستن که لطفاً ازشان خواهش میکنیم یعنی هیچ وقت به مواد رو نیارن، بازم به مشکلات و جنجالات زندگی هستن مقابله کنن. مشکل ان شاء الله رحمان ما با امید خدا هستیم که وطن ما از این کده بیشتر و بیشتر یعنی به طرف خوبی و آرامی و فعلا امنیت است. فقط یعنی مشکلی می داریم که وضعیت اقتصادی خراب است و همین جوانای ما دیگه به می طرف مواد مخدر نرن.